تمام امو کسی که ائتلاف داشت با امریکا در منطقه که دو قطر، به حساب عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، اینا هیچ کدامشان همنوایی و همکاری ندارن و گفتن در صورت حمله اینا همکاری نمیکنن. بنان امریکا هر چیزی که میکنه باید با بازی خود کنه. از همین خاطر 2 کشتی را در اونجا روان کرده بود. امروز کشتی سوم همچنان به منطقه در حالت روان کردن است و تا قوت خود اونجا اضافه بسازه. بنان وقتی که امریکا در اینجا حمله میکنه باید 10 بار فکر کنه. دیگه ای است که جریاناتی که بین امریکا و اروپا در حال گسترش است. شما میبینین که موضوع ناتو، موضوع گرینلند و همچنان مشکلاتی که در شرق الاوسط وجود داره، یعنی کشورهای عربی و تشنجی که بین کشورهای عربی وجود داره، بین امارات متحده و عربستان سعودی و همچنان اخطار مصر و عربستان سعودی به امارات در مورد اسلحه‌ای را که لیبیا به سودان روان کرده، یعنی جنرال هفتار روان کرده و جنرال هفتار پولی از زیر امارات متحده پرداخته. این تشنجات در اینجا است. در این حال یک مشکل که درونی در بین اسرائیل و امریکا پیدا شده که او دارن او مسائل حل میکنن، چرا که طور حل نکرده باشن مشکلات برایشان بیشتر میسازه.